اگه قرار من درد داشته باشم پاشم برم. درد نداره بشین بخواب. یه نفر دیگه جلوم بود، فکر میکنم اول ایشون میاد بعد نوبت من میشه. منتظر بودم که اون بیاد بعد بیام. یه دفعه سورپرایز شدم. بهت قول میدیم کمتر از 5 دقیقه کارتو تموم کنیم. اوکی؟ الانم BSC رو میزنم به صورت دیجیتال. خوبی؟ همه چی عالیه؟ هنوز که نخوابیدی که. خوابیدن؟ ها؟ خوابیدن. خوابیدی؟ بله. خوابیدنت به درد ما نمیخوره، این خوابیدنه. یه بعد از خدا شما دیگه امیدوارم با همون ذهنیتی که اومدم برم. نمیدونم با چه ذهنیتی اومدی ولی انشالله با ذهنیت خوب اینجا بری. انشالله. آینه بچه ها این هم یه واحده. اوکی؟ باز زودتر میره. خیلی خوب بود بدون درد و اینکه اخلاقتون خیلی مهمه. خیلی خوش اخلاق. جدی؟ اصلا ببین من یه زمانی کلاسه عمو پورنگو میرم. ما انرژی خوب بدین سعی میکنیم ضرب در 3 برگردونیم. انرژی بدم بدین سعی میکنیم ضرب در 1/3 برگردونیم. خیلی ممنون. من فکر می‌کنم شما میاد به من میگید چی میشه ولی من میگم اصلا نه درد داشت نه استرس. خیلی عالی بود. اصلا نگران نباش. میری خیلی مطمئنا درد نداره. اصلا متوجه نمیشی که چیکار می‌کنی. خیلی عالی بود.